سلام دوستان، به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. اسم من آریاست و امروز هم قراره با همدیگه یک پرونده دیگر رو بررسی بکنیم. اما قبل از اینکه پرونده رو بررسی بکنیم میخوام 13 بدر و همچنین عید نوروزی که گذشت رو بهتون تبریک بگم. امیدوارم که کنار خانواده هاتون عید بسیار زیبایی رو گذرونده باشین و همچنین 13 بدر و امیدوارم که توی آغاز تا پایان این سال زندگیتون پر از عشق، سلامتی و جوری باشه که به آرزوها و خواسته هاتون توی امسال برسید. این پرونده که ما میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم، بررسی بکنیم رو من قبلا یک بار کاور کردم و توی اون ویدیو بهتون قول داده بودم که اگر حکم اون پرونده بیاد بیرون، اون زمان حکمی نداشت و جزئیاتش هم کامل نبود. به همین دلیل من به کسانی که اون ویدیو رو دیدن قول دادم که یک ویدیو رو پر جزئیات و کامل زمانی که حکم اومد و از روی پرونده پلیس براتون کاور بکنم. امروز همون روزه. قرار امروز پرونده شاهد عزیزی رو دوباره من کاور بکنم، اما این بار با جزئیات کامل و کاملی که اتفاق افتاده، چطور به قتل رسیده و همچنین حکم دادگاه برای پدر و پسر قاتل. با من همراه باشین تا این پرونده رو بررسی بکنیم از آغاز تا پایان. شاهده توی سال 2001 در افغانستان پکتیا متولد شد. پدرش عزیزالرحمن عزیزی و مادرش نوریوی بود. شاهده فرزند اول خانواده‌شون بود. زمانی که شاهده متولد شد، پدرش از اینکه فرزند اولش دختر بود به شدت ناراحت بود و حتی به دیدن فرزندش هم نیومده بود. شاهده از همون دوران کودکی همیشه این رو میدونست که پدرش باشه دوستش نداره. فرزند دوم این خانواده 1 سال بعد متولد شد و اسمش رو زعفران گذاشتن، به دلیلی که پدرش اون رو خیلی دوست داشت و علاقه داشت این اسم رو براش انتخاب کردن. و بعد از زعفران هم 5 فرزند دیگه توی این خانواده متولد شدن که همگی پسر بودن. شاهده تنها دختر این خانواده بود و 6 برادر داشت. برادران کوچکتر از خودش معمولاً باهاش خوب بودن و مهربانتر از پدرش. تا اینکه این خانواده مثل اینکه توی همون شهری که زندگی میکردن پدرشون یه مشکلی براش پیش میاد، یک دعوایی پیش میاد، مثل اینکه که دیگه نمیتونسته توی افغانستان بمونه. به خاطر همین تصمیم میگیره که از افغانستان مهاجرت کنه به یکی از کشورهای اروپایی و سوئد رو انتخاب میکنه. سال 2009 وارد کشور سوئد میشه و تقاضای پناهندگی میکنه. زمانی که عزیزالرحمن جوابش رو از اداره مهاجرت سوئد دریافت میکنه و مطمئن میشه که دیگه میتونه توی کشور سوئد بمونه، دنبال کار بوده و میخواسته یه کاری رو پیدا بکنه تا اون شرایطی که اداره مهاجرت داره رو جور بکنه و بتونه فرزنداش رو که شاهده و 6 تا برادرش بودن و همچنین همسرش نوریوی رو از افغانستان به لسبو بیاره، شهری که خود عزیزو اونجا زندگی میکرده. خیلی زود عزیزو میتونه کار پیدا بکنه و شروع میکنه به کار کردن. برای خودش یک آپارتمان پیدا میکنه و به اداره مهاجرت تقاضا میده تا همسرش رو و همچنین 6 تا پسرش و دختر شاهده رو انتقال بدن از افغانستان به کشور سوئد. و بعد از مدت تقریبا 1.5 سال این راه براش باز میشه. خانواده‌اش رو میتونسته بیاره و شاهده زمانی که 11 و تقریبا 11-12 سالش بود به همراه 6 تا برادر دیگرش و مادرش وارد کشور سوئد میشن و میان توی همون شهری که پدرش برای اونها یک آپارتمانی آماده کرده بود. زمانی که میان توی لسبو همه چی به صورت نرمال خودش داشته میگذشته، اما پدر خانواده به شدت آدم خشنی بوده و خیلی هم به این که شاهده حق نداره بدون اجازه اون کاری بکنه و جایی بره پافشاری داشته. شاهده حتی اجازه نداشته بیرون بره با دوستاش. عزیزالرحمن
یه جور دیگه‌ای به شاهده نگاه میکرده. شاهده رو دختر خودش نمیدیده، یه انسان نمیدیده، اون رو نماینده آبروی خانوادگیش میدونسته و بارها این رو به شاهده گفته بوده که من تو رو آوردم به کشور سوئد، حواست باشه اشتباهی نکنی، پاتو کج نذاری، وقتی بهت میگم این ساعت باید بیای باید این ساعت خونه باشی. شاهده هم زمانی که مدرسه میرفته سعی میکرده تمام اون خواسته ها و قوانینی که پدرش براشون گذاشته بوده رو اجرا بکنه، اما کم کم این قانون ها و سختگیری هایی که پدرش گذاشته بوده سخت‌تر و سخت‌تر میشده و زندگی هم برای شاهده سخت میشده. توی مدرسه معلمای شاهده گفته بودن که زمانی که شاهده اول به مدرسه اومده بوده خیلی خوشحال بوده، حالش خیلی خوب بوده، اما کم کم به مرور زمان شروع کرده به این که وزنش کمتر بشه، زیر چشای سیاهی افتاده بوده، دقیقا نمیتونسته توی کلاس خوب تمرکز بکنه و درس بخونه و اینها همه یکی از علائمی بودن که مدرسه به این رفتارها شک بکنه. زمانی که شاهده با دوستانش صحبت میکرده از این میگفته که چقدر از پدرش میترسه. اون پدرش رو به عنوان یه پدر نمیدیده و بسیار از پدرش میترسیده. اما شاهده فرق داشته، نمیتونسته زیر بار این همه زور و سلطه‌ای که پدرش گذاشته باشه بره. سعی میکرده این قانونها رو رعایت بکنه، اما یه جورایی هم از این همه فشار و قانونها خسته شده بود. توی زمانی که مدرسه بوده، مدرسه قرار بوده شاگردایی که توی اون مدرسه بوده رو با خودشون ببرن به یه اردویی به اسپانیا. شاهده خیلی دوست داشته به اون اردو بتونه بره. حتی با پدرش با مادرش سعی میکنه حرف بزنه، اما پدرش عصبانی میشه و بهش میگه که تو اصلا حق نداری دیگه از این به بعد حتی مدرسه بری. و زمانی که این اتفاق میفته شاهده سعی میکنه با معلمش حرف بزنه تا معلمش شاید بتونه جوری پدر مادرش رو راضی بکنه. وقتی معلم با پدر و مادر شاهده صحبت میکنه متوجه میشه که پدرش یه جورایی نقش یک پدر خوب رو داره بازی میکنه، در حالی که اونجوری که رفتار میکنه نیست. به معلم گفته بوده که اصلا اشکال نداره، من دوست دارم دخترم بره، اما خودش دوست نداره از مادرش دور باشه، دوست نداره از ما فاصله زیادی داشته باشه یا مسافرتی بدون ما بره. و این باعث میشه که معلم ها و مدیر مدرسه به این رفتارهای دوگانه شک بکنن، اما باز هم نمیتونستن کاری بکنن، به خاطر که اونا نیاز داشتن بدونن که واقعا شاهده براشون تعریف کنه که چه اتفاقی براش افتاده. اما شاهده هیچ وقت این جرأت رو نداشته، به خاطر ترسی که داشته تا بره با معلم ها و اداره اجتماعی حتی بخواد صحبت بکنه یا کمک بگیره. توی سال 2016 شاهده از طریق اینترنت با یه پسری به اسم واقعیش نیست، اسمی که براش انتخاب کردیمه چون که نمیتونم اسم واقعیش رو توی ویدیو براتون قرار بدم، علی میذاریم اسمشو. از طریق اینترنت با یه پسر آشنا میشه به اسم علی که علی توی آلمان زندگی میکرده. این پسر مدت‌ها از طریق چت واتساپ و همچنین تیک تاک با شاهده در ارتباط بوده، ولی ارتباطشون فقط از طریق راه دور و این در حالت صحبت کردن تلفنی بوده و هیچ چیز بیشتری نبوده. ولی علی تمام این مدت و این سالها میدونسته که شاهده چقدر از پدرش میترسیده و تمام شرایط زندگیش رو میدونسته. یه مدت این دوتا رابطه‌شون کلا با هم قطع میشه و هیچ تماس تلفنی با هم نداشتن. شاهده تو اون مدت درسش رو تموم میکنه، درس دوران دبیرستانش رو. زمانی که دوران دبیرستان درسش رو تموم میکنه میخواسته یک کلاه بخره. توی کشور سوئد کسایی که درسشون رو تموم میکنن اجازه دارن یک کلاه بخرن و روی سرشون بذارن که نشان دهنده اینه که دارن دیپلم گرفتن. توی همون روز یکی از برادرهای دیگه شاهده هم درسش رو تموم کرده بوده. اون پسر میتونسته اون کلاهو بخره، یعنی پدرش اجازه داده بوده، اما شاهده این اجازه رو نداشته و همچنین حتی پدر مادرش
به خاطر اینکه خجالت میکشیدن از اینکه دخترشون داره تحصیل میکنه و درس میخونه به مدرسه نیومده بودش. شاهده حتی کلاهی نداشته که روی سرش بذاره. یکی از دوستاش وقتی میبینه که شاهده حتی یه کلاه نداره روی سرش بذاره و خیلی ناراحت بوده، بهش میگه بیا کلاه منو بگیر و میتونی روی سرت بذاری، عکس بگیری، میخوای پیشت باشه. خیلی هم دوست صمیمی بوده با شاهده و میدونسته که چقدر شرایط بدی رو توی خونه داره. شاهده اون روز میفهمه که هیچ وقت باعث درس خوندنش و اینکه اون آرزوهایی که داره باعث نمیشه که پدر مادرش بهش افتخار بکنن. اون روز میگذره و روزهای بعدش هم که میاد پدرش بهش میگه که تا اینجا درس خوندی چون که باید توی کشور سوئد میخوندی، اما از اینجا به بعد دیگه تموم شد. به فکر این نباش که دانشگاه بری یا کار بکنی جایی که میخوای بری جای دیگه کار بکنی، اما میتونی به خاطر که به خانواده کمک بکنی بری توی خونه سالمندان کار بکنی. برو توی خونه سالمندان کار کن، همون جایی که برادرت کار میکنه. یکی از برادرهای شاهده توی یکی از خانه‌های سالمندان کار میکرده. پدرش شاهده رو هم به برادرش میگه به اونجا معرفی بکنه تا اونجا کار بکنه. شاهده شروع به کار میکنه. سال 2022 و 23 شروع به کار توی این خونه سالمندان میکنه و توی این مدت که توی این خونه سالمندان کار میکرده پدرش تمام این حقوق که توی حسابش میومده رو از شاهده میگرفته. حتی یک کرون شاهده حق نداشته خودش استفاده بکنه یا برای خودش یک چیزی بخره. تمام پولهایی که کار میکرده رو ازش میگرفته و هیچ حقی بهش نمیداده که از اون پولها استفاده بکنه. این خیلی غم انگیز بوده که شاهده حتی اجازه نداشته با مادرش بره بیرون خرید بکنه، برای خودش یک لباسی انتخاب بکنه و همیشه هم از پدرش میترسیده. حتی میترسیده که باهاش سوار ماشین بشه و تنها باشه. بعدها توی گزارش پلیس اومده بوده که شاهده چندین بار گفته بوده که پدرش بهش تجاوز کرده. زمانی که مادرش خونه نبوده بهش دست درازی کرده و یا بعضی موقع ها که در حال آشپزی توی خونه بوده پدرش بهش نزدیک شده و به بدنش دست زده یا لمسش کرده. تش با علی هم ادامه داشته. یه مدت اینا قطع کرده بودن این رابطه رو، اما باز هم ادامه دادن تا اینکه چند وقت میگذره و شاهده یک روز توی خونه بوده. پدرش مثل اینکه از یک حرکت یا یک رفتار شاهده عصبانی میشه و با یک چاقو میاد و تهدیدش میکنه. تو اون روز برادرش و مادرش هم توی خونه بودن اما هیچ کدوم هیچ کاری نکردن. شاهده اون روز میفهمه که این قضیه خیلی جدیه و پدرش حتما یک روز یه بلای سرش میاره. به خاطر همین تصمیم میگیره توی آگوست سال 2023 بره به آلمان پیش علی و اونجا وقتی که میره تصمیم میگیره با علی به طور مذهبی یا دینی عقد کنن با هم و توی منشن آلمان عقد میکنن. مدتی میگذره و شاهده تصمیم میگیره برگرده به کشور سوئد به خاطر که نمیتونسته توی آلمان بمونه. زمانی که میخواد برگرده به کشور سوئد به یکی از معلمایی که توی دوران مدرسه میشناخته زنگ میزنه و بهش میگه که کمک میخوام، من دیگه نمیتونم برگردم خونم، ازدواج کردم، پدر مادرم مخالف بودن، بهم کمک بکن. معلم شاهده میگه من یه خانواده رو میشناسم توی بودن زندگی میکنن، میتونی از آلمان بری بودن پیش اونا زندگی کنی و اونا کمکت میکنن که اسمت و فامیلتو عوض بکنی و کلا مخفیانه بتونی زندگی کنی. شاهده برمیگرده میاد میره بودن پیش همون خانواده سوئدی، اونا بهش کمک میکنن تا اسم فامیلش رو عوض بکنه و بتونه یه زندگی جدیدی رو آغاز بکنه. دنبال کار بوده، سریعا کار پیدا میکنه و توی یک خانه سالمندان جدید کار میکنه. یه آپارتمان کوچیک یه نفره رو پیدا میکنه و زندگیش رو توی شهر بودن آغاز میکنه. یه روز وقتی صبح داشته میرفته سر کار، در رو که باز میکنه میبینه برادرش اومده به شهر بودن. خیلی تعجب میکنه، میترسه و براش خیلی عجیب بوده که چطور آدرسش رو پیدا کردن و با اون خانواده سوئدی در تماس میشه و بهشون اطلاع میده که چه اتفاقی براش افتاده و برادرش اومده و ازشون میخواد که
حالا با پلیس تماس نگیرن چون به برادرش اعتماد داره و میدونه که اتفاق براش نمیفته. اما وقتی برادرش برمیگرده دوباره به شهر لسبو از بودن، یکی دیگه از برادراش که اسمش زعفران بوده با برادر کوچیکترش با یک ماشین از لسبو 11 ساعت رانندگی میکنن و میان بودن. و زمانی که میرسن خیلی عصبانی بوده زعفران، چون طرف پدرش بوده و همیشه پدرش رو یه آدمی میدیده که آدم درستیه، راست میگه و به شاهده میگه که تو باید برگردی بیای خونه، تو توی مدارکایی که دست پلیس هستش به پلیس گفتی که پدر ما به تو تجاوز کرده، باید بیای و یک مدرک بیاری که پدر این کار رو کرده. شاهده میگه که آروم باش، برو خونه، من میام و قول میدم که با پدر مادرم صحبت بکنم. بعد از چند روز که میگذره شاهده تصمیم میگیره که بره به لسبو تا با مادر و پدرش صحبت بکنه و بهشون بگه که چه اتفاقی افتاده و به برادراش. خانواده سوئدی هم اطلاع میده که دارم میرم به لسبو تا خانواده‌ام رو ببینم و باشون صحبت بکنم. این خانواده سوئدی بهش میگن که این که میخوای بری خیلی خطرناکه و باعث میشه که حتی آسیب ببینی، چون خیلی اتفاق افتاده توی سوئد که دخترها باور کردن برگشتن و اتفاقای خیلی بدی براشون افتاده. شاهد قبول نمیکنه و میخواسته که بره. تاکسی میگیره و از بودن میاد به لسبو. تو این خانواده سوئدی چون نگران شاهده بودن با پلیس در تماس میشن و به پلیس اطلاع میدن. پلیس مرکزی به پلیس لسبو اطلاع میده که این دختر مشکل داشته، 6 ماه از خانواده‌اش دور بوده، اسم و فامیلش رو عوض کرده، پدرش به شدت اذیت میکرده این دختر رو و توی مدتی که توی کشور سوئد زندگی میکردن همش تحت کنترل و حتی تجاوز بوده. به خاطر همین پلیس زودتر خودشون رو به آدرس خونهشون یعنی لسبو اودینسگاتن میرسونن. زمانی که اونجا میرسن میبینن که شاهده هم اومده و به شاهده میگن که ما اینجا هستیم منتظر و تا این ساعت تو به این شماره باید تماس بگیری. اگر تماس نگیری ما همه یعنی از اداره پلیس میرزه توی خونه پدر مادرت تا مطمئن بشیم که برات اتفاقی نیفتاده. و بعد از اونم شاهده قبول میکنه و میره خونه. زمانی که میره اون خونه پدرش تصمیم گرفته بوده به خاطر اینکه شاهده برگرده خونه خودش آپارتمانش رو عوض بکنه. یعنی مادرش و برادراش توی اون آپارتمان اودیسکاتن زندگی میکردن، پدر چند تا خیابون اونورتر خودش تنها زندگی میکرد و بعضی وقتها زعفران که خیلی نزدیکتر به پدرش بوده از بچه‌های دیگه از اون پسرها به دیدن پدرش میرفته، اونجا با پدرش زندگی میکرده. شاید وقتی میاد پدرش اونجا نبوده و این یکم دلگرمش کرده، چون به این باور رسیده بوده که مادرش و همچنین برادرش باور کردن که پدرش چه بلاهایی سرش آورده و اینکه بهش تجاوز شده و همچنین توی این مدت چقدر اذیت شده. شاهده میاد و با برادرش صحبت میکنه، بهش میگه که توی مدت سال 2022-23 پدرش بارها بهش دست درازی کرده و نمیتونه مدرکی رو بیاره که نشون بده، اما همچین اتفاقی افتاده. همه برادراش یه جوری قبول میکنن، اما زعفران مثل پدرش خشمگین شده بوده که چرا خواهرش داره به پدرش تهمت میزنه، چون خیلی به پدرش باور داشته. و بعد از اون شاهده چند روزی رو میمونه توی خونهشون کنار مادرش و به مادرش کمک میکرده، با برادرش صحبت میکرده و این دلگرمش میکرده که برادرانش مادرش کنارشونه. بعد تصمیم میگیره که برگرده پیش علی توی شهری که نزدیک آلمان بوده تا ببینه که کاراشون چجوری پیش میره، چون اونا میخواستن علی هم بتونه بیاد توی کشور سوئد کار بکنه تا با همدیگه توی سوئد زندگی بکنن، شاهده و علی. وقتی میره یه چند وقتی میگذره پیش علی بوده، با همدیگه اونجا فکر میکنم ماه رمضان بوده، جشن عید فطر برگزار بوده، کنار همدیگه بودن و بعدش تصمیم گرفته بوده که برگرده از آلمان بیاد دوباره لسبو تا با مادرش و برادرش صحبت بکنه تا به پدرش اطلاع بدن که شاهده دیگه ازدواج کرده، دیگه مجرد نیست و میخواد که با شوهرش حالا تو سوئد زندگی بکنه و پدرش هم باید اینو اکسپت کنه و قبول بکنه. شاهده برمیگرده میاد و خودش تصمیم داشته توی شهر کالمار
زندگی بکنه و کارش رو شروع بکنه. کارمار از لسبو تقریبا 20-25 دقیقه فاصله داره. میخواسته از جایی که پدرش هست فاصله بگیره و دنبال کار بوده و خیلی زود هم یک کار پیدا میکنه. شاهده قرار بوده بره قرارداد ببنده. دقیقاً 4 می سال 2024 شاهده میره و قرارداد کاریش رو میبنده. دمدمای بعد از ظهر و غروب پدرش بهش پیام میده که دخترم کجایی؟ بیا خونه. شاهده هم میگه که من دارم میام، من میخوام باهات صحبت بکنم. دقیقا معلوم نیست وقتی که شاهده میرسه کی دنبالش میاد، برادرش یا پدرش، ولی شاهده میره خونه. برادرش خونه بودن. برادر کوچکترش تصمیم میگیرن برن فوتبال. میرن فوتبال. شاهده با مادرش خونه بوده تنها. پدرش هم بیرون بوده و زعفران هم نبوده. مادرش زنگ میزنه افغانستان. شاهده با خالش صحبت میکنه. خیلی خوشحال بوده از اینکه همه چی داره خوب و خوش داره میگذره و به نظرش اینکه همه چی داره به خوبی و خوشی تمام میشه یه چیز خیلی بزرگ بوده. شاهده فکر میکرده که پدرش قبول کرده، مادرش با پدرش صحبت کرده و پدرش قبول کرده که همون شب یعنی 4 می با ماشین برن به سمت آلمان، جایی که علی زندگی میکنه، تا علی رو ببینن و ازدواجشون رو قبول بکنه. زمانی که تقریبا ساعت 10 شب میشه، زعفران میاد جلوی در اودیسگاتن، جایی که مادرش زندگی میکرده و شاهد هم بوده. به مادرش زنگ میزنه، به مادرش میگه شاهد رو بگو با هم دیگه بیایم پایین، من و پدرم منتظریم توی ماشین. و شاهدم که چون برادرش باشون بوده، مادرشون هم بوده، شک نمیکنه، قبول میکنه و میره پایین. زمانی که میره پایین میبینه پدرش جای کسی که رانندگی میکنه، مادرش هم میشینه جلو و خودش عقب میشینه با زعفران. توی راه به سمت یه دریاچه کوچیکی رانندگی میکنن و میرن توی پارکینگی وای میستن. میخواستن در مورد این صحبت بکنن که شب چطور مثلا سفر بکنن برن به آلمان تا علی رو ببینن. 1-2 ساعت قبلش شاهده با علی چت کرده بوده و نوشته بوده که آره پدرم راضی شده، مثلا باورم نمیشه اما راضی شده و داره قبول میکنه که بیاد و تو رو ببینه و به این ازدواج رضایت بده. وقتی که اونا میرن به اون پارکینگی که نزدیک دریاچه بوده، میان بیرون. زمانی که میان بیرون میشینن دور یه نیمکتی و شروع میکنن به صحبت کردن و شاهده در مورد این میگه که خیلی خوشحاله، کار گرفته توی کالمار، احساس خیلی خوبی داره. همون روز دقیقاً برادرش زعفران هم توی کالمار یه کار گرفته بوده، اونم خوشحال بوده از اینکه کار گرفته. پدرش خیلی خوشحال بوده که پسرش تونسته کار گرفته و یه دفعه شروع میکنه به گریه کردن. به شاهده میگه که الان وقتشه که بگی دروغ گفتی که من به تجاوز کردم. الان وقتشه که بگی که این حقیقت نداره. و زعفران ازش میپرسه که آیا این واقعا اتفاق افتاده؟ آیا پدرم به تجاوز کرده؟ شاهده میگه که بله. زعفران میگه اگه این اتفاق افتاده باید بری یک مدرک بیاری که واقعا نشون بده پدر باهات این کار کرده. شاهده هم قبول میکنه، میگه خب من با دکتر تماس میگیرم تا ببینم همچین چیزی امکان داره یا نه. پدرش که خیلی ناراحت شده بوده همون موقع، خیلی با خشم و نفرت به شاهده نگاه میکرده. مادرش سعی میکرده که بین اینها درگیری ایجاد نشه. بعد سوار ماشین میشن. مادرش جلو نشسته بوده، پدرش هم جای راننده و همچنین خود زعفران که عقب نشسته بوده و خود شاهده. و دوباره میرن به سمت اودیسگاتن. اونجا مادر شاهده رو پدرش پیاده میکنه، میگه تو برو پایین برو بالا. شاهده میخواد پیاده بشه، به شاهده میگه که تو بشین، با تو کار دارم، میخوام صحبت بکنم، هنوز کارم تموم نشده. شاهده هم که هم ترسیده بوده هم جرأت پیاده شدن رو نداشته بوده، قبول میکنه که داخل ماشین بمونه. وقتی زعفران و شاهده و پدرش توی ماشین بودن و ماشین هم در حال حرکت به سمت اکبکن، یک منطقه ویلایی که توی لسبو بوده، در حال حرکت بوده، اونجا رو هم شاهده میشناخته. اونجا قبلا با خانواده‌اش رفته بوده، بارها اونجا کباب درست کرده بودن. یه جای دنجه که یک آلاچیق داره و نزدیک دریاچه است.
اونجا رو شاهده میشناخته. یک اتفاق عجیب میفته، اتفاقی که باعث میشه شاهده جانش رو از دست بده. زعفران با تمام قدرتی که داشته گلوی شاهده رو میگیره و شاهده هم بعد از چند لحظه جان خودش رو از دست میده. زمانی که جانش رو از دست میده، پدرش ماشین رو به سمت منطقه‌ای که بهتون گفتم توی لسبو اون آلاچیق میبره. توی ماشینش مواد آتش‌زا داشته. زمانی که اونجا میرسن، دمپاییش و گوشیش رو پدرش میگیره تو دستش. شاهده رو هم با همون شالی که سرش بوده، مثل اینکه بعد از اینکه خفه کرده دور گردنش پیچیده بوده، توی بغلش میگیره، پیاده میشن و به همون آلاچیق میرن. وقتی اونجا میرسن، شاهده رو میذارن روی زمین و به این فکر کردن که چطور و چگونه مدارک رو از بین ببرن. به خاطر همین پدرش اون مواد آتش‌زا رو دقیقاً روی صورت، سر و قسمتی از بدن شاهده میرزه و روی اون شالش و همچنین گوشیش شروع میکنه به روشن کردن فندک و دخترش رو آتیش میزنه با تمام بیرحمی. بعد بدن سوخته شده و بیجان شاهده رو همونجا رها میکنن. تقریبا ساعتهای میشه گفت 11-12 شب بوده. برمیگردن میان خونه. زمانی که میان خونه، تمام وسایلی که داشتن، کفش، لباس، تیشرت، همه رو برمیدارن. لباس ها رو که میشورن، اون کفش ها رو میبرن توی انباری قایم میکنن و شروع میکنن به از بین بردن مدارک تا پلیس نتونه چیزی پیدا بکنه که اینها رو متهم بکنه، عزیزو و همچنین زعفرانو. وقتی که برمیگردن، مادر شاهده متوجه میشه و به شدت گریه میکنه و میپرسه که چه بلایی سر دخترم آوردید. پدر شاهده عزیزو شروع میکنه به کتک زدن شدید مادرش، به اینکه باید ساکت شی، اگر ساکت نشی پسر زعفران رو هم از دست میدی. مادرش که خیلی حالش بد بوده از اتفاقی افتاده و فهمیده بوده که دیگه دخترش زنده نیست و نمیتونسته کاری بکنه، میخواسته که پسرش هم قربانی این قضیه شده بوده رو نجات بده و شروع میکنه به سکوت کردن، به اینکه چیزی نگه. روز بعدش 5 می سال 2024 پلیس 4 تماس که به هم ربط داشته رو دریافت میکنه. تماس اول ساعت 7:23 صبح توسط زعفران گرفته میشه. زعفران زنگ میزنه به پلیس، اعلام میکنه که شاهد شب از خونه بیرون رفته و برنگشته. وسایلش، چمدونش که بزرگ بوده و همیشه همراهش بوده، پاسپورتش، شناسنامه‌اش و همه مدارکش توی خونه جا مونده و شاهد رفته بیرون. پلیس ازش میپرسه که آخرین نفری که اون رو دیده کی بوده. میگه آخرین نفرهایی که شاهد رو دیدن ما بودیم، اما خواهرم قبلا هم این کارو کرده بود. آگوست سال پیش 2023 یه روز از خونه رفت و 6 ماه غیبش زد و بعد دوباره خودش برگشت. شاید دوباره این کارو کرده، ولی چون وسایل‌هاش رو نبرده، ما حدس میزنیم که خب شاید اتفاقی براش افتاده باشه. بخاطر همین نگرانیم و میخوایم که پیگیر باشیم. بعد از اون پلیس اطلاعاتش رو میگیره از زعفران و بهش میگه که با تماس میگیریم. دقیقاً ساعت 11:23 دوباره پلیس یک تماس دریافت میکنه. پشت خط مردی به اسم پاتریک بوده. پاتریک به همون منطقه که بکن که توی لسبو بوده و منطقه ویلایی بوده رفته بوده تا ماهیگیری بکنه. زمانی که به آلاچیق میرسه، میبینه که یه چیزی مثل یه عروسک روی زمین افتاده و سوخته است. اولش فکر میکنه عروسکه و به نظرش نمیومده که آدم باشه، اما وقتی نزدیک میره میبینه که جسد یک انسانه و سریعا با پلیس تماس میگیره. پشت خط انقدر حالش بد بوده، انقدر صداش وحشت از حالت وحشتی که کرده بوده و شوکه بوده، عجیب بوده که پلیس ازش میپرسن که حالت خوبه، مطمئنی که چیزی مصرف نکردی یا مثلا الکل استفاده نکردی یا موادی؟ و به خاطر اینکه حالش اصلا خوب نبوده، توی شوک بوده یه جوری، میگفته که من یه چیزی روی زمین دارم میبینم، مطمئن نیستم عروسکه یا آدمه. یه مرد، جنازه یک مرد انگار که کاملا سوخته شده و اینقدر که جسد شدیداً سوخته شده بوده، صورتش، موهاش و گلونش مشخص نبوده که این جسد متعلق به زنه و نه مرد. و اونجا بوده که
پلیس میفهمه که این قضیه جدی و آمبولانس به محل اعزام میشن. پاتریک که در حالت شوک به سر میبرده و حالش خیلی بد بوده از چیزی که دیده، سریعا به بیمارستان منتقلش میکنن و جسد بیجان سوخته شده شاهد بیگناه هم به پزشکی قانونی انتقال داده میشه. پلیسا شروع میکنن به تحقیق و جمع‌آوری اطلاعاتی که اونجا بوده و دقیقا نمیدونستن که این جسد مال شاهد است. اما بعد از اون ساعتهای 1 تقریبا 2 یه دختر با اداره پلیس تماس میگیره. میگه من اسمم زینبه، من یکی از دوستام گم شده. دوست من شاهد عزیزی قرار بود من امروز ملاقاتش بکنم، اما فکر میکنم احساس میکنم که یه اتفاق بدی براش افتاده. این دختری بود که 6 ماه قبل از خانواده‌اش جدا شده بود و این مسئله ناموسیه. الان برگشته، پدرش به شدت آدم خشن و نامهربونیه. مطمئناً یک بلا به سر این دختر آورده. از اون خواهش میکنم پیگیری بکنین، به خاطری که من مطمئنم، احساس میکنم که یه اتفاق برای دوستم افتاده. ما قرار بود همدیگر رو ببینیم، اما الان هر چی زنگ میزنم جوابم نمیده. حتی خواستم با برادرش صحبت کنم، برادرش میگن که رفته و هیچ اطلاعی ازش نداریم، که به نظر من این مشکوکه. پلیس این اطلاعات رو هم دریافت میکنه و شروع میکنن به یک باز کردن پرونده ناپدید شدن و جستجوی این که شاهد کجاست. بعد از اون ساعت 4 بعد از ظهر یک تماس دریافت میکنن. یک پسر که به زبان انگلیسی مسلط بوده شروع میکنه به پلیس توضیح دادن که همسرش ناپدید شده و اسم همسرش میدونیم شاهد عزیزی بوده. علی بوده که به پلیس زنگ زد. رفته به خونه مادریش تا با پدرش و مادرش و برادراش بیان به آلمان تا منو ببینن. ما 6 ماه پیش با هم دیگه عقد کردیم، اما پدرش از این عقد و ازدواج خبری نداشت. همسرم خیلی از پدرش میترسید، بارها گفته بود که ممکنه براش اتفاق بیفته، ولی با این حال به خاطر اینکه پدرش گفته بود باش کاری نداره و ازدواج ما رو بپذیره، به خونه خودش رفته بود، به خونه مادریش، تا با اونا بیان آلمان. اما امروز هر کاری که میکنم نمیتونم باهاش تماس بگیرم و وقتی که اپل آیدیمو نگاه میکنم، چون اپل آیدیامون یکیه، توی هیتا مین آیفون میبینم که دقیقاً آخرین جایی که همسرم تلفنش روشن بوده همون آدرسیه که مادرش زندگی میکرده، یعنی اودیسکاتن لسبو. اما وقتی با برادرش صحبت میکنم میگه شاهد همون روز ساعتای 7-8 از خونه رفته، که این باعث شد که من بیشتر شک کنم و زنگ زدم که اطلاع بدم شما پیگیری بکنید تا ببینید شاهد کجاست و چه اتفاقی براش افتاده. پلیس هم همونجاست که واقعا یک حسی بهشون دست میده که حتما یه بلایی سر این دختر اومده. از صبح تا حالا چندین نفر دارن زنگ میزنن، اطلاع میدن که این دختر گم شده و بعد از اون وقتی پلیس شروع میکنن به جستجوی شاهده، اون پرونده گذشته که شاهده بر علیه پدرش باز کرده بوده که پدرش تهدیدش میکرده، کتکش میزده، تجاوز کرده بهش، هم باز میشه. وقتی اون رو مطالعه میکنن و متوجه میشن که نفر اولی که میتونه مظنون این پرونده باشه پدر خانواده است. پدری که از اول شاهده رو تهدید میکرد، کتک میزد و یه جورایی شاهده رو به عنوان دخترش نمیدید، به عنوان آبروی خانواده میدید. و الان هم که شاهده بدون اجازهش ازدواج کرده و حتی اومده بر علیهش گفته که به من دسترسی کرده و تجاوز کرده، و این نشان دهنده اینه که حتما پدر یک بلایی به سر دخترش بود. اما پلیسا با این مدارک نمیتونستن برن پدر شاهده رو دستگیر بکنن. تصمیم گرفتن یه کاری دیگه بکنن. توی تلفن پدر شاهده و مادرش و همچنین برادرش شنود کار گذاشتن. شروع کردن به گوش دادن روز به روز این آدم ها و همینجوری هم که داشت روزها میگذشت، پزشکی قانونی متوجه شد که این جسد متعلق به شاهد عزیزیه. زمانی که شنودها انجام میشه، توی اون شنودها چندین بار پدر شاهده پشت تلفن به مادرش میگه که دیگه
که کثیفی از دامنمون پاک شد. دیگه هیچ کثیفی روی دامنمون نیست. دیگه نیاز نیست نگران باشیم. با مدارکایی که پلیس به دست میاره، همچنین مدارکای دیجیتالی که از گوشی زعفران و همچنین پدرش به دست میاره توی اون شب، مادرش و خیلی مدارکای دیگه‌ای که براتون دونه دونه توی صفحه میذارم مشاهده بکنین. با این مدارک‌ها سریعا زعفران پدرش عزیزالرحمن عزیزی رو و همچنین مادرش رو دستگیر میکنن به جرم قتل. توی بازجویی‌هایی که با عزیزالرحمن پلیس انجام میده، عزیزو میگه که من هیچ مشکلی با دخترم نداشتم، خیلی هم دخترم رو دوست داشتم تحصیل کنه، کار کنه. اصلا کی گفته همچین چیزی رو؟ دروغ گفته. اصلا جون من باور نکن، من اصلا دخترم رو اصلا دستم بهش نمیزدم. باور کن من نبودم، دستم بوده همچین کارایی رو کرده. اصلا من نبودم، یکی دیگه بوده. اشتباه بهتون رسوندن آقای پلیس. و کلا زیر همه چی میزنه، میگه که اصلا من دخترم رو دوست داشتم، خیلی محبت میکردم، دخترم عزیز دردونه من بود، یکی یه دونه من بود. و پلیس هم که با اون اطلاعاتی که قبلا از زمانی که شاهد زنده بود به دست آورده بود، خود شاهده گفته بود و همچنین مدارکایی که به دست آورده بودن، فایل صوتی که از توی واتساپ شاهده به دست آوردن، فایلایی که پدرش فرستاده بود، فایلایی که صدا ضبط کرده بود فرستاده بود، تهدیدها، حرفای رکیکی که زده بود که اصلا قابل گفتن نیست که بخواد بگه. حرفایی که به نظر من یه پدر نمیتونه به دخترش همچین حرفایی رو بزنه. با این همه اطلاعات و مدارک باز هم انکار میکرد. پلیس شروع کرد تحت فشار گذاشتن زعفران. به زعفران گفتش که چه اتفاقی افتاده. زعفران اول شروع کرد به گفتن اینکه اصلا هیچ اتفاقی توی خونه نیفتاد، ما هیچ کاری نکردیم، رفتیم بیرون، دور زدیم، اومدیم خونه. بعد از اون شاهد خودش رفت بیرون و دیگه برنگشت. بازجویی اول میگذره، دوم میگذره، سوم و چهارم هم میگذره. توی بازجویی هشتم، زمانی که پلیس فشار بیشتر روی زعفران میذارن، یه دفعه بغض میکنه و میگه که اون دیگه از ما نبود، اون باید میمرد. دروغ میگفت. اون میگفت که پدرم تجاوز کرده، ما ازش یک مدرک خواستیم، یک چیزی که نشون بده این کار کرده و اون نیاورد و پدرم این کار رو بر عهده من گذاشت. به من گفتش که تو این همه سال تمرین کردی، قوی، پسر منی، تو باید این کار رو انجام بدی، تو رگ و ریشه منی و باید این کار رو انجام بدی. و شروع به گریه کردن کرد و تمام چیزی که اتفاق افتاده بود برای پلیس تعریف کرد که چطور خواهرش رو با دستان خودش خفه کرده. غم‌انگیز بود برای پلیس ها حتی که چطور یک برادر میتونه همچین بلایی رو سر خواهر خودش بیاره. دادگاه این پرونده جنجالی از ماه فوریه سال 2025 توی کالمار برگزار شد. زمانی که این دادگاه برگزار شد، تمام مدیای سوئد در مورد این قتل ناموسی نوشتن، اینکه چطور اتفاق افتاده و چه اتفاقایی افتاده. زمانی که دادستان مشغول بررسی این پرونده بود، متوجه شد که زعفران دقیقاً روز بعدش، این که خواهرش رو به قتل رسونده بود، 5 می سال 2024 رفته بود به یکی از بارای شهر کالمار، برای خودش نوشیدنی الکلی خریده بود، خورده بود و کلی هم رقصیده بود، با دخترها گشته بود و عین خیالش نبود که چه بلایی به سر خواهر خودش آورده. این مدارک رو هم استفاده کرد توی دادگاه دادستان. دادگاه این پرونده در فوریه سال 2025 توی کالمار برگزار شد و زمانی که دادگاه شروع شد، مادرش هم متهم بود، مادر شاهده، به همدستی، اما با شهادت زعفران به اینکه مادرش بیگناه بوده و یه جوری پدرش به زور کتک مجبور کرده بوده که مادرش ساکت باشه، مادرش تبرئه شد. اما خود زعفران، همونجوری که بهتون گفتم، به همراه پدرش 2 آدمی بودن که توی این قتل نقش داشتن. نقششون هم از 2-3 روز قبل کشیده بودن. دادستان از دادگاه تقاضا کرد به هر دو
حبس ابد بدن. اما به دلیل اینکه خود زعفران اعتراف کرده بود، همکاری کرده بود توی این پرونده و اینکه وکیل زعفران تونسته بود نشون بده که پدر این خانواده انقدر سختگیر بوده که حتی خود زعفران هم یه جورایی تحت فشار این کار رو کرده. عزیزالرحمن انقدر زعفران رو تحت فشار گذاشته و بهش گفته که باید این کار رو بکنی، تو بزرگی، این همه ورزش کردی، تو پسری، باید آبرویی که رفته رو پاک بکنی، لکه ننگ رو پاک بکنی. این همه فشارها باعث شده که زعفران این کار رو انجام بده. حتی تو یکی از مدارک‌های پلیس اومده بود تو یه جایی که زعفران تعریف کرده بود که پدرش یه روز توی اون آپارتمانی که زندگی میکرده رفته، شروع کرده به گریه کردن، رفته یه چاقو آورده بهش گفته که اگه تو باور میکنی که من به خواهرت تجاوز کردم، همین الان سر من رو خود ببر. و زعفران هم اون موقع خیلی خیلی نمیدونسته که به کی باور بکنه، آیا باید به خواهرش باور بکنه یا پدرش. اما وقتی میدید که پدرش گریه میکنه، ناراحته، میخواسته که خواهرش یک مدارکی بیاره که نشون بده که همچه اتفاق افتاده و پدرش بگه که بیا خواهرم داره درست میگه. اما چون این مدارک هم مثلا نمیتونسته به دستش برسه، حرف پدرش رو بیشتر باور میکرده و پشت پدرش بوده. با این مدارک و چیزهایی که دادستان ارائه داده بود به دادگاه حبس ابد رو به عزیزالرحمن عزیزی داد و تقریبا همونجوری که گفتم توی سوئد بین 25 تا 28 ساله، فکر میکنم تقریبا 28 سال میتونه توی زندان باشه عزیزالرحمن عزیزی. این برادرش به خاطر همکاری هایی که داشت به 16 سال زندان محکوم شد و بعد از این 16 سال فکر میکنم هم پدرش و هم خود زعفران میتونن به طور آزادانه توی سوئد زندگی بکنن. خیلی ممنونم که تا الان ویدیو رو تماشا کردین. حتما نظرتون رو برام بنویسین. به نظر شما حبس ابد و 16 سال زندانی برای این دو نفر عادلانه بود و به اندازه بود؟ حتما برام بنویسین، نظرتون رو کامنت کنین. انتقاداتی که دارین رو هم میپذیرم و دوست دارم ببینم که واقعا از ویدیو خوشتون اومده. نظرتون رو حتما برام بنویسین. باز هم خیلی خیلی متشکرم که ویدیو رو نگاه کردین. حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا یک ویدیوی دیگه و یک پرونده جنجالی جنایی دیگه از کشور سوئد، خدا نگهدار.